درخشان.جی تقدیم می کند. امشب به بیرون نظر کردم. شبی آرام و ماهتابه بود. هوای تازه به مشام می رسید. ستاره ها چشمک می زدند که از این غم دل تازه می شد. به ناگه چشمم به افتاب پرستی رسید که قامتش به سوی زمین خم بود. از او پرسیدم چرا شب می شود قامتت را خم می کنی؟ گفت ستاره ها با من چشمک می زنند، ولی من نمی خواهم به آفتاب خیانت کنم. خندیدم و گفتم کاش انسان ها صادق بودن را از تو می آموختند. در زندگی به هر کی باور کردم فریب کرد. وفا جستم خیانت کرد. راست گفتم رنجید. دل دادم شکست. و فهمیدم که دنیا فریب و خیانت و رنج و شکست بوده است. گاهی به خود نظر می اندازم و فکر می کنم که یک پیکر عادیم، یک جسم بیچونم. زیرا غم ها، درد ها، تهمت ها و شکستن ها خسته‌ام کردم. واقعا دردهایی هست که نمیتوان فریاد زد، نمیتوان گفت و نمیتوان نوشت. تنها میتوان آه کشید و اشک ریخت. وقتی تنها میمانم میخواهم گریه کنم، داد زنم، فغان کنم، ولی گریه های بی صدای دارم. ناله های من زدیلند و خاموشند. تبسم های من نقابی غم ها و درد هایمند. هم از این درد می نوید می دونم، ولی هر کس به طور خود. زیرا شکستی شیشه هر دل صدای دیگری دارد. سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترینم، ولی نمیدانم چرا هنوزم دیروزها برام بهترینند. زندگی به من آموخت که هیچ وقت به هیچ کس نباید مطمئن بود. اونقدر بزرگ شدم که می توانم ببخشم، اما اونقدر احمق نیستم که دوباره اعتماد کنم. کاش توانم صحیفه زندگیم را از نو چون مهتابی که مثل شیر سفید است آغاز کنم. بی محبت، بی ندامت، بی تهمت و بی خیانت، بی دروغ و بی عشق، بی درد و غم درسته دنیا. انسان ها، زندگی دنیا مثل خواب است که مرگ بیدار آن است.
پس منتظر آن روزی باشید که زی این خواب نفرت آور بیدار خواهید شد. با احترامی بیاندازد. شهلا. суруд ва клипҳои нав дар сомонаи дурахшон.tg